سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو میخوام 6 تا نشونه بهتون بگم که اگه این 6 تا نشونه رو داشته باشین شما تنبل نیستین، فقط یکم خسته شدین. توی دنیای امروز ما کلی دغدغه و ذهن مشغولی داریم که من به این کارم برسم، بودم اون کارم دیر شد و توی هیاهوی این زندگی گیر کردیم. همین ها هم باعث میشه که ما خیلی وقتا یادمون بره که استراحت کنیم، به بدنمون، ذهنمون، فکرمون استراحت بدیم تا بتونیم با انرژی بیشتری برگردیم و کارامون رو انجام بدیم. به خاطر همین خیلی وقتا تنبلی رو با خسته بودنمون اشتباه میگیریم. چرا خیلی وقتا رو رخت خوابتون دراز کشیدین، هیچ کاری انجام نمیدین، بی‌حوصله این، خیلی زود خسته میشین، خیلی زود حوصلتون رو برای انجام دادن کارها انجام میدین و آخرش هم این لیبل تنبل به خودتون میزنین و به بقیه کاراتون نمیرسین؟ در واقع بین تنبلی و فرسودگی شغلی یه همپوشانی وجود داره که ما خیلی وقتا این دوتا رو با هم اشتباه میگیریم و تمایز خیلی کمی بین این دوتا وجود داره. فرسودگی شغلی یه حالت منفی ذهنی و عاطفی و جسمیه که از استرس بیش از حد میاد و ما در کنار اومدن با این استرس ناتوانیم. به خاطر همینه که این استرس روح و جسم و ذهن ما رو خسته میکنه. توی سال 2010 توی آمریکا یه نظرسنجی انجام شد و توی اون نظرسنجی متوجه شدن که تقریباً 75% افراد بزرگسال توی آمریکا علائم افسردگی شغلی رو تجربه کردن و از بین اینها 40%شون شدیدتر این عارضه رو تجربه کردن. پس توی این زمونه و الان که ما توش هستیم باید حتما درک بهتری راجع به این موضوع داشته باشیم و آموزش‌های لازم رو ببینیم که دچار فرسودگی شغلی نشیم. توی این ویدیو 6 تا نشونه رو بهتون میگم که اگه این 6 تا نشونه رو داشتین شما دچار فرسودگی شغلی شدین و تنبل نیستین. اولین نشونش اینه که شما حس میکنید از همه چیز جدا شدید، مثل یه خلبان که از روی زمین بلند میشه و از روی زمین جدا میشه، کنده میشه. شما هم همیشه احساس اینو دارین که از خودتون جدا شدید، دیگه اون ربط رو به خودتون ندارین. اگه شما دچار فرسودگی شغلی شده باشین یه زوال شخصیت رو دارید تجربه میکنید. توی این زوال شخصیت ما دچار بی‌حسی، بی‌عاطفگی و یه حس پوچی عجیب و غریب بهمون دست میده. انگار که ما داریم زندگیمون رو از بیرون تماشا میکنیم، دیگه هیچ حس خاصی نداریم، با چیزی درگیر نمیشیم و دائما احساس ناتوانی در کنترل زندگی خودمون داریم. دومین گزینه اینه که شما قبلا انگیزه داشتین. تنبلی یه ویژگی شخصیتیه و ویژگی‌های شخصیتی تو گذر زمان ثابت میمونن. یه فردی که ذاتاً تنبله هرگز نمیخواد تلاش کنه، ولی اگه شما فردی بودین که قبلا انگیزه داشتین، کاراتون رو انجام میدادین، تو بعضی موارد حتی بهترین رتبه ها رو گرفتین، شما یه فرد تنبلی نیستین و فقط دچار فرسودگی شغلی شدین. سومین گزینه اینه که شما پرشور بودین. اگه الان انگیزه ندارین، یه تفاوتی که بین آدم تنبل و آدمی که الان دچار فرسودگی شغلی شده اینه که قبلا یه سری علایق داشته و برای اونها تلاش میکرده، اما الان دیگه دنبال علایقش نمیره و نمیگرده ببینه که به چه چیزی علاقه داره. این فرق آدمیه که از اول تنبل بوده و کسیه که بعداً بی‌انگیزه شده و دچار فرسودگی شغلی شده. شما قبلا یه استعدادی داشتین، یه ورزشی رو دوست داشتین و یا حتی توی کارتون حرفه‌ای بودین و اونو انجامش میدادین، اما وقتی دچار فرسودگی شغلی میشین دیگه دوست ندارید اون کار رو انجام بدین و انجام دادن اون کار و برگشتن به اون اشتیاق و هیجانی که داشتین براتون سخت میشه. حتی گاهی وقتا از اون کار متنفر هم میشین، چون شما همه انرژی و توانتون رو گذاشتین برای اون کار و هیچ استراحتی نداشتین و انگار که داشتین خودتون رو هل میدادید به طرف پرتگاه. گزینه چهارم، آیا شما بدخلق و تحریک پذیر شدین، زود عصبانی میشین و سریع از کوره در میرین؟ آیا این روزا متوجه شدید که از لحاظ احساسی روی احساساتتون کنترلی ندارین، دمدمی مزاج شدین و زیاد اونجوری که مثل قبل بودین دیگه اعصابتون به کارها نمیکشه؟ تمام اینها نشونه های فرسودگی شغلیه.
اگه تمام این حالات رو دارید تجربه میکنید و قبلا اینطوری نبودین، اینها میتونه علائمی از فرسودگی شغلی باشه. در صورتی که برای آدمهای تنبل کاملا با این موضوعاتی که گفتم در تضادن و هیچ کدوم از این اتفاقات توی بدنشون رخ نمیده. چون آدمهای تنبل اصولا آدمهای آرومی هستن و هیچ چیزی نمیتونه روشون اثر بذاره و تاثیرپذیریشون خیلی کمه. گزینه پنجم اینه که شما مراقبت از خودتون رو نادیده گرفتین. یکی از ناراحت کننده ترین علائم هشدار دهنده مبنی بر اینه که یک نفر از لحاظ عاطفی و جسمی دیگه مراقب خودش نباشه و دچار فرسودگی شده باشه. شروع میکنه به بی‌توجهی کردن به خودش، دیگه مراقب خودش نیست، از اجتماع کناره‌گیری میکنه، حتی دیگه مراقب غذا خوردن و خوابیدنش نیست و اینها رو هم تحت تاثیر قرار میده. از تلاش برای آراستگی و داشتن یه ظاهر خوب دست میکشه و بیشتر تایم خودش رو صرف انجام دادن هیچ کاری نمیکنه و توی تخت خودشه. چون حتی با ساده ترین کارها هم خسته میشه. اینجاست که ما فرق بین کسی که از اول تنبل بوده و کسی که به تدریج خسته شده و دچار فرسودگی شغلی شده رو میتونیم متوجه بشیم. ششمین چیزی که باید بدونین اینه که این مراحل تدریجی اتفاق میفته و مرحله به مرحله ما به فرسودگی شغلی میرسیم. پس تمام نکاتی که قبلا گفته شد، مثل جدا شدن از خودمون، جدا شدن از اجتماع، علاقه و انگیزه نداشتن، مراقبت نکردن از خودمون، تمام اینها یک شبه اتفاق نمیفته و مرحله به مرحله ما به اون فرسودگی شغلی میرسیم. مرحله اول مرحله ماه عسل، بعد میشه شروع استرس، بعد میشه استرس مزمن، بعد میشه فرسودگی شغلی و در آخر هم میشه فرسودگی معمولی. بسیاری از افراد توی همون مرحله دوم، زمانی که هنوز استرس متوسط وجود داره، شروع به تجربه علائم میکنن. اما خوشبینی، انگیزه، عملکرد از قبل از این مرحله شروع به کاهش میکنن. و توی مرحله پنجم و آخر این فرسودگی شغلی انقدر توی زندگی شما گنجونده شده که شما یه خستگی مفرط و شدیدی رو دارین توی زندگیتون تجربه میکنین که درمان اونم خیلی سخت‌تره و شما رو در برابر ابتلا شدن به افسردگی و اضطراب آسیب پذیرتر میکنه. تشخیص زود هنگام فرسودگی شغلی به شما کمک میکنه که راحت‌تر کمک بگیرید و زودتر درمان شید. سعی کنید آگاهیتون رو راجع به فرسودگی شغلی بالاتر ببرید و این موضوع رو به تنبل بودنتون و اینکه ذاتاً تنبلی ربط ندید و ریشه یابیش کنید. و اگه خودتون یا کسانی که میشناسین حس میکنید که به این فرسودگی شغلی دارید دچار میشین، حتما با یه روانشناس صحبت کنید و این موضوع رو توی زندگیتون از بین ببرید که تبعات خیلی بدتری داره اگه توی زندگیتون بمونه. اگه حس میکنید این ویدیو میتونه به کسی کمک کنه، این ویدیو رو براش بفرستین و اگه تجربه‌ای توی این زمینه دارین توی کامنت ها برام بنویسید تا من هم بخونم و بقیه هم بتونن از تجربیات شما استفاده کنن. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لطفاً با لایک کردنتون از من حمایت کنید.